اما میدونی همیشه هستن جوونایی که راهشونو گم کردن و متاسفانه زیاد طول نمیکشه که یه کاری دست خودشون بدن. وقتی این اتفاق بیفته بلافاصله خبرت میکنم تا با هم دیگه همه مشکلات رو حل کنیم. آقای خوان میگل حالیه. وای این خیلی نامردیه. بیای بخوری بریزی بپاشی بعدش هم بذاری بری. وای نه، احساس میکنم کلم داره میترکه. خب معلومه دیگه همش به خاطر مهمونی دیشبه. بذار ببینم اینو چیکارش کنم. امروز نقاشی میکشیم یا نه ها؟ نمیدونم، شاید. فکر میکنی کسی بتونه تو این شلمشول با کار کنه؟ میدونم نلسون اصلا تو تمیز کردن خونه بهم کمک نمیکنه. ببین اصلا غمت نباشه، ایکی ثانیه همه جا رو واسات عین دسته گل میکنم، فقط به شرطی که شیتیر ما یادت نره. آخه بیمایه فتیره. خیلی خوب. معلومه مهمونی دیشب خیلی شلوغ پلوغ بود و همه قاطی بودن. همه آره خیلی شلوغ بود. تو کجا رفتی؟ شنیدم فرار کردی. اگه میموندم مجبور میشدم چشای آماده رو در بیارم. میتونم یه چیزی بهت بگم؟ اگه دوباره بخواد پاشگیریمش درازتر کنه به خدا این دفعه اصلا کوتاه نمیام. بهش نشون میدم یه من واسه چقدر کره میده. بس کسی نباید چپ نگات کنه. آره اگه اون آدم آمادور باشه نه واقعا تحملشو ندارم. حالم ازش به هم میخوره. چی دیشب میشه یک جوری میشم تنم مورمور میشه. دیگه چیا لازم دارین مادر کارملا؟ راستش خیلی چیزا خانم ویلارد. لباس، وسایل بهداشتی، دارو، غذا و کلی چیزای دیگه. بچه‌ها باید کلی شیر بخورن. همونطور که گفتم به لطف آدمایی مثل شما از پسش برمیای، ولی خیلی وقتا هم واقعا تو مضیقه ایم. هر وقت کمکی لازم داشتین رو من حساب کنین مادر. ممنونم. خدا خیرتون بده خانم ویلارد. خیر پیشکش، دعا کن خدا ببخشتم. ماری چی وضع روحیش خوب نیست آدریان؟ چرا همچی فکر میکنی کندی؟ خب شبا کابوس میبینه و بیا با جیغ و فریاد از خواب میپره. وای اون شب خیلی ترسیدم. ای خدا نمیتونی تصورش کنی. چیزی هم از کابوسش برات تعریف کرده؟ آره یه مرد تعقیبش میکنه، از عقب میگیرتش و وقتی میخواد ببینه طرف کیه از خواب میپره. همیشه هم همینو میبینه. ماریچی هیچ وقت نمیتونه صورت یارو رو ببینه. آی وای سوزن رفت تو دستم. ممکنه قبلا همچین بلایی سرش اومده باشه. شاید یه نفر واقعا اذیتش کرده. منتظرت بودم. میخوام با حرف بزنم. خوام میگه برای مایتا یا خواهرم مشکلی پیش اومده؟ نه میخوام با هم دیگه بریم مسافرت، فقط من و تو. ویویانه نمیتونیم الان بریم مسافرت، ولی اگه خودت دوست داری برو. بدون تو؟ اگه بخوای میتونی دخترمون مایتا یا مادرت هم ببری. ولی من میخوام با تو برم. ویویانه عزیزم، الان یه پروژه خیلی مهم با قاضی ویلارد دارم که درباره جوونایی که راهشون رو گم کردن. بیشتر از من دوست داری. تو منو قربانی اونا میکنی، ولی میدونی اشتباه میکنی. من دیگه نمیذارم. وقتی اولین باری که ماریاچی رو دیدم انگار گم شده بود. خیلی توجهمو جلب کرد. نشسته بود رو چارچوب ده، هاج و واج. آدم دلش کباب میشد. انگار رو ابرا را میرفت. 3 ساعت بعد میدونی چی شد؟ دوباره برگشتم، از اونجا رد شدم. میدونی چی دیدم؟ همونجا نشسته بود. ازش پرسیدم چیزی شده دختر گلم؟ طفلی داشت از گشنگی میمرد. به ببین کی اینجاست. چطوری تو؟ چطوری سالار؟ خوبی؟ دیروز هرچی واسدم نیومدی منم رفتم. شرمنده بزن روشنشی. نقاشه امروز میخواست کار کنه. آخه میدونی باید میدیدی چه بلبشویی بود. همه چی فخش و فلا بود. ویسنتی همون نقاشه رو میگم یه سردرد وحشتناک داشت. حتما واسه این بوده که خیلی دیشب زیاده رفت کرد. خیلی ولش میکردیم رفت قاطی باقالیه باید میدیدیش. غذام رو چراغه، برم یه وقت ته نگیره. بذار من کمکت میکنم. باش خب اینا رو بگید دستت. تو ممنونم. خوشگل من. قربونت. امروز همه جا رو تمیز کردم و یکم پول گیرم اومد. ویسنتی گفت مهمونی تقریبا تا صبح طول کشیده، ولی امشب بازم یه مهمونی دیگه دارن. تو هم رفتی مهمونی؟
معلومه که رفتم پچی. لابد کلی هم بهت خوش گذشته. نه زیاد نموندم. باور کن حتی نشد یکم برقصم. اونم من که اینقدر عاشق رقصم میدونی که. اما خب امشب حتما میرم. میخوام حسابی خوش بگذرونم. آخه ویسنتی هم دعوتم کرده دیگه، زشته. حالا واقعا باس بری؟ واسه چی نرم؟ نه ماری چی؟ با اونا نپر. از اون آدمو دوری کن دختر. اگه اون عوضی ها میخوان به خودشون گند بزنن مشکل تو نیست. مگه خودشون فک فامیل ندارن؟ ویویانا، این که میدونم میتونم به اون جوونا کمک کنم و دریغ کنم نهایت بی انصافی خودخواهی. خواهش میکنم اینو بفهم. اونا راهشونو گم کردن خوان میگل. اون جنایتکارا درست بشن نیستن. چرا؟ اونا درست میشن. چیزی که لازم دارن راهنمایی و درکه. حتی اونی که از همه اصلاح ناپذیرتر به نظر میرسه با یه تلنگر میتونه واکنش مثبت نشون بده. من خودم تجربهشو دارم. چی؟ تو تجربهشو داری؟ منظورت اینه که خودت هم از اینجور مشکلات داشتی؟ بی خیال آدریان، اونا آدمای خوب و خیلی باحالین، خیلی توپن، کارشون درسته. راستش خیلی باشون حال میکنم. تنها چیزی هم که من میخوام همینه دیگه، خوش بگذرونم. همین. خوش بگذرونی؟ ولی چجوری خوش بگذرونی؟ خب معلومه با غیر دادن، با صحبت کردن، کارهای باحال انجام دادن. خب منظورم اینه که زندگی یعنی همین دیگه، مگه نه؟ اینجوری همه چی رو فراموش میکنی. آره راش همینه. ببین ویویانا، استفاده از هر تجربه‌ای، حتی تجربه‌های دیگران خیلی خوبه، البته اگه برداشت مثبتی ازشون داشته باشی، یعنی با دید مثبت. ولی تو بهتره مواظب خانواده خودت باشی، اول از همه من. بذار دیگران خودشون هر جور بلدن مشکلاتشون رو حل کنن. ویویانا، من واقعا متاسفم، ولی نمیتونیم با هم دیگه بریم مسافرت. چی شده؟ زود برگشتی؟ آره. خب بچه ها چطور بودن؟ خوب بودن. هر وقت میری پرورشگاه افسرده برمیگردی. دیگه نباید بذارم بری اونجا. دست خودم نیست پاتریشیو. خیلی دلم برای بچه ها میسوزه. نه خونه ای نه خونواده ای. خیلی چیزا لازم دارن. کاش میتونستم براشون یه کاری بکنم. صبحم خورده. فکر کنم این قضیه بچه نداشتن رو تأثیر گذاشته. شاید اگه یکی از اون بچه ها رو به فرزندی بگیریم حالت بهتر بشه. موضوع چیه سیسیلیا؟ چرا داری اینطور گریه میکنی؟ نکنه پیشنهاد فرزند خوندگی ناراحتت کرد؟ من خودم هم بدم نمیاد. دوست دارم بچه داشته باشم، اما این قضیه که خدا بهمون بچه نداده راستش ناراحتم نمیکنه. اما تو دائم داری قصه میخوری. جای خالی بچه تو رو خیلی بیشتر از من اذیت میکنه. نه طوری نیست پاتریشیو. پس چیه؟ تو پرورشگاه به کسی دل بستی؟ میخوای یکیشونو به فرزند خوندگی قبول کنیم؟ میتونیم بیاریمش تو خونه و مثل بچه خودمون اونو بزرگ کنیم سیسیلیا، همون جوری که تو میخوای. میخوام اینا رو بپوشم. کندی چطور؟ خوبه؟ تو مهمونی شلوار بپوشی؟ بابا مهمونی که نیست کندی، فقط قراره بریم یه حالی بکنیم و بهتره کنیم. چطور؟ خوبه ها؟ نگاه کن ببین. والا چی بگم، ولی بهتره یه لباس قشنگ بپوشی با کفشای پاشنه بلند، بزک دوزکم بکنی. خدا رو چه دیدی؟ شاید یه پسر خالوچل مثل خودت پیدا شد و اومد گرفته. ازدواج؟ من ازدواج؟ پس چی عزیزم، دیگه دیر یا زود باید این کارو بکنی و به نظر من دیگه وقتش کم کم سر و سامون بگیری. چرا که نه عاشق بشی و ازدواج کنی مثل این که نه من اصلا ازدواج نمی کنم کندی. میخوای یه خمره بخرم تو رو توشی بندازم عزیزم؟ من ازدواج نمی کنم، از شوهر بدم میاد. حالم از این مردا به هم میخوره. وای عزیزم این حرفا چیه؟ اینقدر کله شق نباش. همه ما زنا تو زندگیمون به همدم احتیاج داریم. کسی که دوستمون داشته باشه و بغلمون کنه، ببوستمون. نه من از این روزبازی ها بدم میاد. چنده شاوره. ولی اینجوری که نمیشه. ببین دیگه ولی نداره. بی خیال کندی، خواهش میکنم باشه.
بهتره در مورد این قضیه حرف نزنیم. نه پاتریشیو، دوست ندارم از پرورشگاه بچه بگیرم. آخه داری واسه شون گریه میکنی. خب وقتی میبینمشون دلم براشون میسوزه. کلی بچه یتیم که پدر و مادرشون ولشون کردن. کسی که بچه‌شو سر راه میذاره مستحق بخشش نیست. کدوم مادر سنگدلی حاضر میشه بچه‌ای که از وجود خودش رو ول کنه؟ بذار یه بچه به فرزندخوندگی بگیریم سیسیلیا. مطمئنم میتونیم مثل بچه‌ی خودمون دوستش داشته باشیم. البته من دخترها رو ترجیح میدم. نه ولی نه سیسیلیا. نه نمیخوام در موردش حرف بزنی. نمیخوام. نه باس. بریم تو آقونشون کنیم. مطمئنم امشب به هممون خیلی خوش میگذره. آره آخه امشب همه چی ردیفه، مخصوصا این که تو هم هستی. امشب صبح میخوایم بزنیم تو سر کله هم. امروز قراره حسابی بهت ترک کنیم. بابا باز سیریش اومد، نگاه کن اگه حواستو جمع نکنی دوباره میزنم. خیلی خوب کوتا بیا بالاخره که من امروز باید میرقصم. هر بخوا که عمت. میخوام باهات حرف بزنم خوان میگل. خب راجبه چی هست؟ درباره ویویاناست. میدونی که دخترم با ارزشترین چیزیه که من دارم. بله میدونم. اگه بخوای همینطوری بهش بی‌محلی کنی من دیوونه میشم. خواهش میکنم شلوغش نکنین. با من رو راست باش خوان میگل. تو دیگه دوستش نداری، درست میگم؟ پاشو بریم برقصیم. نه هی بابا اون بازی در نیار دیگه. مگه زبون آدمیزاد تاریک نیست ها؟ معلومه که ویویانا رو دوست دارم ولی متاسفانه اون منو درک نمیکنه. خب همش تقصیر خودته. انصاف نیست اینجوری با من حرف بزنین چون خودتون میدونین اینطور نیست. تو همش مشغول کاری، مشغول کتابات و کتابخونتی. اصلا به دخترم توجه نمی کنی. به خاطر همینه که افسرده و کسل شده. من فکر میکنم اگه برین مسافرت اون حالش خوب میشه. ببینید من به ویویانام گفتم الان نمیتونم برم مسافرت. ویویانا به خاطر سلامتیش باید از خونه بره بیرون. تو که خودت روانشناسی میدونی آدم تو زندگیش باید انگیزه داشته باشه. اون خیلی عصبی شده، دچار بحران شده. اگه باهاش نری مسافرت من تو رو مسئول این اتفاقایی که افتاده میدونم. پس لجبازی نکن. من اصلا دوست ندارم که با هم به مشکل بر بخوریم. حالا دیگه پاشو بریم برقصیم. گفتم نه دیگه. به ناز نکن پاشو دیگه. نگاه تنت میخوره ها. میبینین چقدر بچه ننست با من نمیرقصه. ایکبیری میگم نه دیگه ول کن. چیه نکنه از من میترسه جیگر. آره چه جورم، نگاه کن دستم چجوری داره میلرزه. خوخان ببین همه دارم میرقصن. تو هم که رقص خیلی دوست داری همینجوری میخوای بشینی اینجا؟ بیا دیگه. رو که نیست سنگ پات به خدا. پاشو باش برقص ماریچی. اگه خواست پاشو از گیریمش دراز سر کنم وقت حسابشو بذار کف دستش. خب باشه فقط واسه خاطر تو میرقصم ولی باید خودش رو آماده کنه چون قراره حسابی گریه کنه. آره بیا.
بازم میگم اگه دختر من دیوونه بشه و بزنه به سرش تقصیر توئه، چون تو باعث این اتفاقا هستی. پس نذار کار به جاهای باریک بگیره. خیلی خوب باشه. به ویویانا بگین که همه چیزو آماده کنه و تاریخ سفرم تعیین کنه. وای ممنونم ازت خوان میگل. دخترم واقعا خوشحال میشه. من میدونم چیزی که شما لازم دارین یه ماه عسل دوباره است. ممنونم، خیلی ازت ممنون ازت. خواهش میکنم. متشکرم. ممنون. ویویانا چی شده؟ خبرای خوب برات دارم عزیز دلم. بگو میشنوم. من تونستم شوهرتو راضی کنم. اون باهات بیاد مسافرت. نه آره. ببین اگه شیطون بره تو جلدت باد نمیرفتم و همین الانش هم خیلی بهت حال دادم جوجه. مگه من چی کار کردم؟ آخه این چه وضعشه؟ از اول رخت چسبیدی به من. دوستت دارم چک کنم. نه این فتی حال نمیکنم. واسه ببینم کجا داری میری؟ تازه داشتم گرم میشدم. نه کثافت بهت میگم ولم کن. ولت نمیکنم. نداشته باش. نمیذارم برم. آشقال. دستمو ول کن. اونجا رو باز ماری چی قاطی کرد؟ ولش کنم آدار چی کارش داری؟ غلط نکن. بهت گفتم ولش کن. تاک میشم. بیا تو. آقای پاتریشیو، یه نفر پشت خط منتظرتونه. ممنون مارتیریو. الو؟ بله خودمم. چی؟ چند تا مزاحم؟ باشه الان خودمم میرسونم. برنامه ریزی میکنم ببینم چه روزی بریم بهتره. سفر خیلی خوبی میشه. عزیزم ممنون که قبول کردی. قبول کردم چون تو میخواستی. فقط امیدوارم سفرمون خیلی طولانی نشه. الو؟ سلام، با دکتر سنرومن کار داشتم. ببخشید شما؟ قاضی ویلارد هستم. من ویویانا هستم، همسر خوام میگل. خوشحالم صداتون رو میشنوم آقای قاضی. منم همینطور خانم. گوشی خدمتتون لطفاً. عزیزم قاضی ویلارد. ممنون. بفرمایید در خدمتم. اولین پروندهمون رسیده دکتر. چند تا مزاحم تو اداره پلیس هستن. ببینم میتونی بیای اینجا؟ معلومه جناب قاضی، همین الان راه میافتم. اینم یارو ما رو تکه میخوای اینجا نگه داری. شما حق ندارین بیشتر از چند ساعت ما رو تو بازداشتگاه نگه دارین. من خودم حقوق خوندم. قاضی نیاد نمیتونیم ما رو آزاد کنین برین آقا، ما کار و زندگی داریم به خدا. برو بابا. عجب گیری افتادیم ما. بهتر مواظب رفتارتون باشین. شما تو شرایطی نیستین که اعتراض کنین. جنابالی کی باشن؟ من قاضی پرونده‌تونم دختر خانم. ویویانا من کار خیلی مهمی دارم. من باید از هر چیزی برات مهمتر باشم، چرا نمیفهمی؟ اما اون جوونا به خاطر هیچ و پوچ دارن میرن زندان. ویویانا زندانیشون کنن، همشون خلافکارن، باید تو زندون باشن نه تو خیابون. این دقیقاً همون چیزیه که نباید بذاریم اتفاق بیفته. همه چی از زندان شروع میشه. حق نداری منو به خاطر یه سری چنلش ول کنی بری. ویویانا متاسفم ولی امروز واسه این بازیات وقت ندارم. خداحافظ. خوان میگل دارم با تو حرف میزنم. خوان میگل ول کن بذار بریم بابا. گوش کنید ببینید چی بهتون میگم. شما به دادگاه احضار میشین تا از اتهاماتتون تبرئه شین. صاحب دیسکو درباره خساراتی که به اموالش وارد شده گزارش تهیه کرده. کسی که منتظرش بودین اومد. اون بیشتر بهتون توضیح میده. آی دکتر این شما و اینم مجرما. هست بخیر؟ ما رو ول میکنی بریم یا نه؟ نکنه میخوای ما رو نگه داری؟ ای بی خشکی شد.